فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سادات از افغانستان سوالشون این بود که ما نماز باید با خشوع باشد، اما بعضی وقتها وقت نماز خیلی کمه و نزدیک به قضا شدن است. حالا انسان به سرعت نماز میخونه ولی انسان مشخص نیست که آیا 4 رکعت خوانده، 3 رکعت خوانده به خاطر وسواس و یا به خاطر اینکه واقعا براش مشخص نیست 4 رکعت و 3 رکعت خوانده. حکم چنین نمازی چیه؟ از نظر شرعی انسان باید نماز را سر وقت بخواند و آغاز وقت نماز و پایان وقت نماز در واقع کاملا مشخص است و این نماز یک عبادتی هست که وقت مشخصی برای اون تعیین شده و اگر این عبادت رو شما سر وقت خوندید، در همون وقت تعیین شده خواندید، این در واقع شما ادا کردید این عبادت رو و دستور خداوند متعال را اجرا کردید و اگر خارج از وقت خوندید اینو از نظر شرعی میگه قضا کردن این نماز رو، یعنی ادا، و ادا یعنی نمازی که سر وقت خونده می شود و قضا نمازی که خارج از وقت بعد از گذشتن وقت دوباره خوانده می شود. در مورد نماز اولاتر و بهتر این است که انسان باید یعنی مواظب باشد و همیشه مراقب باشد که نماز خودش رو در واقع سر وقت بخواند و خشوع و حضور قلبش رو در نماز در واقع همیشه داشته باشد و تدبر و تعقل در ارکان نماز و در قرائت نماز، اذکار و اوراد نماز تضمین کننده این حضور قلب در نماز هست. اما اگر اتفاق افتاد که کسی در هنگام نماز خواندن مثلا نماز 4 رکعتی هست نمیداند که 2 رکعت خونده یا مثلا 3 رکعت خونده، نمیداند که 4 رکعت خونده یا 3 رکعت خونده، هر انسانی یکی از مواردی که سجده سهو بر انسان لازم می شود شک در نماز است. بدین معنی که انسان شک می کند که من این کار رو انجام دادم، این رکن رو انجام دادم یا انجام ندادم. شک در این هست که نمیداند که 3 رکعت خونده یا 4 رکعت خونده. در موردی که شما مشکوک هستید و نمیدانید که چند رکعت در نماز خوندید، همون کمترین رو شما معیار قرار بدید. مثلا شما مشکوک هستید که 3 رکعت خوندید یا 4 رکعت خوندید. در میان 3 رکعت و 4 رکعت الان مشکوک هست. الان اون 3 رکعت مبنا هست، اون که یقینی هست، اون یقین رو بگیرید. اگر مشکوک هستید که 2 رکعت خوندید یا 3 رکعت خوندید، خب 2 رکعتش که یقینی هست، 3 رکعت سوم مشکوک هست. این رکعت سوم رو مشکوکیت رو در واقع رها بکنید، بر اون چیزی که یقینی هست اون در واقع عمل بکنید، یعنی اون رو حساب بکنید. اگر بین 3 و 4 مشکوک هستید 3 رکعت حساب بکنید، 1 رکعت دیگر بخوانید. اگر بین 2 و 3 مشکوک هستید 2 رکعت حساب بکنید، 2 رکعت دیگر بخوانید و بعد از اینکه نماز تمام شد در آخر نماز بعد از سلام در واقع سجده سهوی رو انجام بدند و نمازشون در واقع درست.